بهنام نهار چی داریم؟ امروز میخوام براتون کباب درست کنم، ولی نه از اون کباباها، ترش کباب گیلان که با کبابی درست میشه. اصلا کبابی میدونید چیه؟ پس بریزش توی سینی و با نمک و فلفل و زردچوبه ماساژش بده و 1 ساعت بذارش یخچال. البته اینم بگم که تو روش اصیل و سنتیش مرغ‌ها نیازی به مزه‌دار شدن ندارن، ولی همونطور که همیشه گفتم مرینیت مرغ‌ها و اینکه ماساژشون بدین خیلی روی خوشمزه شدنش تاثیر داره. اگه فرصت یا حوصله مزه‌دار کردنشون رو ندارین، حتما حین سرخ کردن بهشون ادویه ها رو اضافه کنین که به خوردشون بره. حالا بریم سراغ بادمجونا و با یه کار خیلی کوچولو و راحت هم تلخیشون رو بگیریم، هم یه کاری کنیم که حین سرخ شدن روغن خیلی کمی به خودشون جذب کنن. فقط قبلش ازتون میخوام که اگه آموزش های این صفحه رو دوست دارین، خوشحال میشم که با لایک و ثبت نظرات ارزشمندتون از من حمایت کنین و باعث بیشتر دیده شدن ویدیوها بشین. حالا به بادمجون ها نمک بزنین و بذارین نیم ساعت الی 45 دقیقه بمونن و یه آب زردرنگی ازشون خارج شه تا هم تلخ نباشن و هم حین سرخ شدن دیگه روغنی به خودشون جذب نمیکنن. به همین سادگی توی این مدت هم مرغ‌هایی که مزه‌دار شدن رو در حدی که حین پخت عفت خودشون رو حفظ کنن و وانرن سرخ میکنین و بعد میذارینشون کنار تابه و رب گوجه فرنگی رو هم مثل همیشه اول توی روغن تفت میدین تا بوی خامیش گرفته شه و رنگش آزاد شه. بعد 4 تا پیاز کوچولو رو از وسط یه قاچ ریزی بهش میزنین و میندازینش توی قابلمه. قبلا هم بهتون گفتم سر این پیازا آخر غذا دعواست، اینقدر که خوشمزه میشن. حتما پیاز رو بهش اضافه کنین و بعد 2 تا لیوان آب بریزین روش و بذارین 45 دقیقه بپزن. آبتونم جوش باشه. توی این مدت تلخی بادمجونم گرفته شده و حالا وقتشه که برید آب زردشو بریزید دور، بادمجونها رو بشورید، خشک کنید و بعد توی روغن دور تا دورش رو سرخ کنین. اگه روغن زیاد باشه بادمجون هیچ روغنی به خودش جذب نمیکنه. 45 دقیقه بعد از پختن مرغا هم روشون آب بوره بریزین و یه رو بعد مرغ‌ها رو در بیارین و با حرارت خیلی کم دور تا دورشون رو سرخ کنین. حالا اینجاش خیلی مهمه که برای اینکه مرغاتون خیلی یک دست سرخ بشن، همونطوری که تو آموزش کبسه غذای ملی عربستان بهتون گفتم، بذارید توی روغن با حرارت خیلی کم آروم آروم یک دست سرخ شن. بعد توی آب خورشت 4 قاشق قوره بریزین و همشون بزنین که این مقدار جا بیفتن. از اون طرفم یه عالمه سیب زمینی سرخ کنین، گوجه ها رو هم سرخ کنین برای کنار ترش کباب و حالا 5 دقیقه آخر همه مواد رو بچینین توی گمج و این میشه نتیجه کار. آخ آخ آخ، خیلی جذابه نه؟ آفرین بهنام، آفرین بهنام. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون. خیلی هم ممنونم از همراهی و حمایتتون، جاتون خالی.